جانم. بله بله، آها 10 دقیقه دیگه میرسین اینجا. بله بله، خونم. اوکی، قربونتون، خدا نگهدار. اه، چرا جورابام رو مبله؟ چقدر خنگم. گفتم خونم. آخه دفعه قبلم گفتم مریضم، دفعه قبلش هم گفتم مامانم مریضه. چرا مهمون میگه میخوام بیام قلبم میفته تو شلوارم؟ چرا اینجوری ام آخه؟ تو هم اینجوری؟ بیا بهت بگم ما چرا اینجوری میشیم. از نظر روانشناسی خونه یه جور قلمروه. وقتی کسی بدون هماهنگی میاد مغزت هشدار میده یه نفر داره وارد حریم امن میشه. میدونید درونگراها 40 تا 50% انرژیشون بعد از تعاملات اجتماعی کم میشه، برعکس برونگراها که از تعامل کردن شارژ میشن. پس مهمون اومدن برای درونگراها، اونم بدون هماهنگی، مثل اینه که یهو باتریشون خالی میشه. وقتی مهمون میاد باید خونه رو تمیز کنی، پذیرایی کنی، سرگرمشون بکنی. به اینا میگن هزینه شناختی، و چون آمادگی نداشتی یعنی 10 برابر باید هزینه بیشتری بدی و این یعنی استرس. یه نظرسنجی جالب برات بگم. 27% آدما گفتن خیلی ناراحت میشن که مهمون سرزده بیاد. 63% آدما گفتن حداقل دلشون میخواد 24 ساعت قبل بدونن که مهمون قراره بیاد. و توی ایران 71% آدما گفتن حتی اگه کسی که میخواد بیاد فامیل نزدیک باشه، بازم مهمون سرزده اذیتشون میکنه. روانشناسا میگن اکثر آدما بعد از اینکه از محل کارشون برمیگردن یا از بیرون میان 30 الی 90 دقیقه به تنهایی مطلق نیاز دارن. حالا فکر کن وسط این هیریبیری یه مهمون ناخوندم زنگ بزنه که داره میاد. خب اینجوری فرایند ریست شدن اون شخص خراب میشه و ممکنه اون شخص تا چند ساعت یا حتی تا چند روز احساس ناخوشایندی داشته باشه. ببین من دقیقاً خودم اینطوریم. پس ترس از مهمون ناخونده یه چیز عجیب غریب نیست، یه غریزه است که میلیون ها ساله که وجود داشته. حالا راهکارش چیه؟ یکی از راهکاراش اینه که میتونی برای مهمون زمان تعیین کنی. مثلا بگی من فقط 2 ساعت وقت دارم و بعد ساعت 7:30 از خونه برم بیرون. اینطوری نه دلخوری پیش میاد و نه قلمروت فتح میشه. یا اینکه درست پذیرایی نکن، مثلا فقط یه لیوان آب بهش بده و بهش بگو دفعه بعد حتما خبر بده که میای، که آمادگیشو داشته باشم. یا اینکه میتونی بگی میدونی مریضم، دارم سوپ میذارم، تو هم میخوری؟ اینطوری حتما مهمون ناخونده رو فراری میدی. تو چه راهکاری برای فراری دادن مهمون ناخونده داری؟ برام کامنت کن.